بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا رب خدای من، ای مهربان من، نامی تو یادت آرامی جان من. عزیزان من، ذکر کردنی الله سبحان الله الحمدلله جانی باید که آرام گیرد، راحت کند، مزه کند روحی ما و شما. عزیزان من، خدا در سوره نور آیت 37 حقیقی موژیک مردک هایی که خدا خود حقیقی در پیش الله مردک است، خدا همین آیت بیان کرده است. عزیزان من، استعیذ بالله، گوش کنین. رجال لا تهلیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. خدا مدح میکند، تعریف میکند که حقیقی مرد موژیکی است که نه تجارت عزیزی من و نه خرید و فروش آنها را از یاد خدا و نه از برپا داشتن نماز و نه از دادن زکات باز نمیدارد. خدا سبحانه و تعالی سوداگری می در بازار می از که الله اکبر کشید هم خیلی بالتا بالاش نمتا چادرش پرت و بدا بسی خدا میگه میگه موشی کمی نمیگه مردکا پیشی الله نمیگه هرگیز و یارا چی این چیزا میگه پیش راهشون نمیگیرد. میگه روزی که میگه دلها و دیده ها میگه برای نجات یا هلاک دیگرگون میشان میترسد. روز قیامت محکمه سود الهی میترسن اینا. عزیزان من، ابن عباس روایت میکند، گفته است که این آیت در مورد مؤمنان اهل بازاری مکه مدینه نازل شد که آنها وقتی که سودا میکردن میگن مؤمنا میگن وقتی که لفظی الله اکبر که خدا بزرگتر است که میگن بالا میشید همچنان باراشون میپرتافتن و به سوی خانه خدا میگن میدویدن. عزیزان من، ما همچنان مؤمنی حقیقی با حقیقی مردک موژیک همین است. خدا خواهد انشاءالله شما کاری کنین که عزیزان من از ذکر و از یاد و عبادت و دادن زکات این دنیا شما را فریب نکند. این دنیا شما را عزیزان من حقیقی موژیک پیش الله انشاءالله خدا خواهد این دنیا هم سعادت من میشیم و انشاءالله در پیش خدا هم حقیقی انشاءالله سعادت مند. همان شخصانی هستند که کار دنیا، مال دنیا، زینت دنیا پیشی آنها را نمیگیرد. عزیزان من، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما باد صدای خدا. آمانه شدن را فراموش نکنید.